میخوام بپرسم به نظرتون این سبک از ویدیوها چقدر میتونه درک درستی از روابط رو به مخاطبین بده؟ پخش این ویدیو وایرال کردن تو تولید محتوا از جامعه است. خوبه که آدم چشم گوشش رو باز کنه. بعد بچه‌ها ما تو مملکت که زندگی میکنیم درست خیلی بعضی چیزای بد داریم تو مملکت ما، چیزای خوب هم داریم. مثلا همین که اگه میبینیم رابطه‌مون داریم آسیب میبینیم یا مثلا طرفمون رو درک نمیکنیم، تراپیست خیلی چیز خوبیه واسه ما انسانا. میخوام بپرسم به نظرتون این سبک از ویدیوها چقدر میتونه درک درستی از روابط رو به مخاطبین بده؟ پخش این ویدیو وایرال کردن تو تولید محتوا از جامعه است. خوبه که آدم چشم گوشش رو باز کنه. بعد بچه‌ها ما تو مملکت که زندگی میکنیم درست خیلی بعضی چیزای بد داریم تو مملکت ما، چیزای خوب هم داریم. مثلا همین که اگه میبینیم رابطه‌مون داریم آسیب میبینیم یا مثلا طرفمون رو درک نمیکنیم، تراپیست